کتابی نوبتیه که در صحیفه 1000 کتاب معلومات میدهیم. کتابی استاد سوربن تحت عنوان سنم. کتاب سنم کتاب 21 در سلسله کتاب‌های 30 سالگی استقلالیت است. کتاب نام برده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صفحه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صحیفه‌های درون کتاب یک رنگه بوده، مقواش رنگه می باشد. کتاب با صفت اعلا در مطبعه جمعیت سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در دهه اماندره ناحیه پنجکند به دنیا آمده است. سال 1963 فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. مؤلف رمان‌های اکتیور، داستان پسری خدا، زرافشان، برزگر، راسو، کدیور، قصه های سنگ سپر، جوگی، شینل، سنگ اول، بود نبود، سپیتامین و حکایه های زیاد می باشد. پاوست سنم از روزگار مردمی پایتخت از جمله دانشجوی حکایت می کند که در زمان نابسامانی های سالهای 90 در پایتخت به سر می برد و با پشت سر کردن مشکلات مالی باز به مشکلی های می پیشد که حل و فصل نمودن آنها برایش غیر امکان می نماید. مؤلف با طرز نگارشی به خود خاص تلاش ورزیده است پیرامون موضوعهای مهم و پیچیده زندگی نظر خود را ابراز دارد. در کتاب اینچنین چند قصه و حکایه های جالب ادیب گرد آورده شدند. این کتاب برای آنهایی که میخواهند به ایجادیات سوربن شناسایی پیدا کنند دستوری خوب است. کتاب را از مغازه‌های کتاب میتوانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب سوربن تحت عنوان سنم. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.